مار و اره. شبی مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد دکان نجاری می شود. عادت نجار این بود که موقع رفتن بعضی از وسایل کارش را روی میز بگذارد. آن شب هم اره روی میز بود. همینطور که مار گشتی میزد بدنش به اره گیر می کند و کمی زخمی می شود. مار خیلی ناراحت می شود و برای دفاع از خود اره را گاز می گیرد که سبب خونریزی دور دهانش می شود. او نمی فهمد که چه اتفاقی افتاده و فکر می کند اره به او حمله می کند و اگر کاری نکند مرگش حتمی است. برای آخرین بار از خود دفاع می کند و بدنش را دور اره می پیچد و اره را فشار می دهد. صبح که نجار آمد روی میز به جای اره لاشه مار بزرگ و زخمالودی را دید که فقط و فقط به خاطر بیفکری و خشم زیاد مرده است. در لحظه خشم می‌خواهیم دیگران را برنجانیم، اما بعد متوجه می‌شویم خودمان را رنجانده‌ایم و موقعی این را درک می‌کنیم که خیلی دیر شده. در زندگی لازم است که بیشتر گذشت و چشم پوشی کنیم از اتفاقها، آدمها، رفتارها و گفتارها.